شروع کنیم؟ آره. بله. اوکی. خیلی خوب. همه چیز سرودن از 1 سال پیش شروع شد. سعید بیا بخواب. مینا حرف رفتن از تهران رو میزد، طوری که از شدت استرس نمیتونستم بخوابم. ولی خب زندگی اینجا برای زنها سخت‌تره. ما اینجا یه زندگی داخل خونه داریم و یه زندگی اون بیرون. و من کم کم داشتم تبدیل می‌شدم به مردی که نمیخواستم باشم. میخواستم دوباره یه کاری رو شروع کنم، اما کار مورد علاقه‌مو رو پیدا نمی‌کردم. دخترمون سوده تازه میرفت مدرسه و آتوسام که میومد برای کمک به کارهای خونه، نه؟ اتفاقا برادرم اینا هم رفته بودن تورنتو و ما هم فکر کردیم شاید بتونیم بریم، بلکه موقعیت‌های بهتری داشته باشیم. این موضوع ما یه کمی بحث داشتیم با هم دیگه. یه کمی. سعید کدوم یکی اینا واسه مسابقه کاری؟ مقنعه بزن. چرا خاموش؟ مقنعه دوست ندارم. خب اونم کار بهت نمیدن. آدم دوستم دقیقا. منظور؟ محرمزونه. دنبال داستانی ها. واقعا مقنعه؟ تو روسری هم دوست ندارم بزنم سرم. سوده؟ ما بلند شو بریم دیره. باید حاضر شیم. چی شده؟ مقنعه من نمیفهم تو. من نمیخوام مقنعه سرم کنم. نه. آه؟ خب حلش کن. خب ما قرارداد داریم با هم دیگه. من که سرم کردم. اما گفتی دلت نمیخواد. آها. ببین مامان جون، چاره ای نیست. بپوش بریم. خب؟ بپوش تیرمونه. به. خیلی هم خوشگله. بابا چی شدی؟ ببریم. من با تاکسی میرم. تو برو عزیزم. تو برو موفق باشی. چی کار داری میکنی؟ من چی میدونم؟ بذار من دارم تلفن میکنم. ای پدر سگ. آتوسا جون خداحافظ، ما رفتیم. روز خوبی داشته باشی عزیزم. به سلامت. آره. آتوسا خانوم. به خدا مرگم بده. سعید آقا من نمیدونستم شما اینجایی. چی شده؟ ببخشید سرم نیست. فکر کردم شما هم رفتین. نه طوری نیست. من چیز نمیبینم. و همینجا بود که این ایده به ذهنم رسید. و من فکر کردم که اگه من جلوی دید خودم رو بگیرم، آتوسا خانوم اصلا دیگه احتیاج نیست حجاب داشته باشه. و مینا و سوده و همه زنای دیگه. سعید همیشه واقعا بزرگترین حامی من بوده. هیچ وقت با من و سوده به خاطر اینکه زن هستیم جور دیگه رفتار نکرده. این اصلا میتونه تو کشورهای اسلامی انقلاب کنه. سعید تو که هنو اینجایی. چی شد؟ تاکسیت نیامد؟ چطور بود؟ بد نبود. من فکر نکنم بخوام اونجا کار کنم یا نه. تو چطوری؟ خوبم؟ مطمئنی؟ سلام. اوه چه خبره آتوسا خانوم؟ مینا میخوای با من کار کنی؟ چیه؟ من کمک تو رو احتیاج دارم.
حاج آقا سعید چرا اینجوری میکنی؟ عزیزم آروم باش. حاج آقا خدایا حاج آقا حاج خانوم چی شده؟ اینجا یه مرده. تقصیر خانومه. چی؟ اینا؟ یه مرد؟ اونجا چه غلطی میکنی؟ اینا بیرون. ببخشید برادر من که چیزی رو نمیتونم ببینم. مگه کوری؟ نه جانم نه، من یه چادر مردونه زدم. مرد چادر. چی؟ مرد چادر. برادر تشریف بیارید بیرون. برادر چادر برای مردها. من هیچ امکانی برای عملی شدن این ایده نمیدیدم، ولی یک نکته‌ای در این ایده برادر سعید وجود داشت که من را جذب می‌کرد. اما چطور میشد این ایده رو برای مردم و به خصوص برای مردها توجیه کرد؟ خانما، آقایون، امروز ما میخوایم یه چیز جدیدی رو امتحان کنیم. بده هر کی یه دونه برد. بده همه برد. همینطور که میبینید ما پنجره‌های اینجا رو امروز تیره کردیم که اولا خانوما احساس امنیت کنن. دادم. بله. فقط برای آقایونه. خب آقایون، رفقا، لطفاً مرد چادرتون رو بپوشین. خب خانوما، با حجاب یا بی حجاب؟ آروم باشین، آروم باشین، آروم باشین، آروم باشین. خب همه راحتن؟ خب پس بریم سر کار. همونطور که میبینین ما یک سری مشکلاتی. پدرام جون یه تیکه برو دست چپ. سطح توقع بالای بالا. همونطوری که مستحضر هستید، ستایش تصویر باعث بتپرستی میشه و چه چیزی بهتر از این که ما با دیدن تحریک نشیم و جلوی هوسرانی رو به این وسیله بگیریم. فقط چند هفته طول کشید تونستم چشم بسته تایپ کنم. بهره‌وری اون بالاتر رفت چون خانوما فعالتر شدن و ما یک قرارداد بزرگ امضا کردیم. متشکرم. ببخشید. خواهش می‌کنم بفرمایید. لطفاً شما. آقا شما متولد چندین؟ من؟ بله شما. 30. شما چی؟ من 67م. من همینطور. ها پس آقا شما بفرمایید اول از همه بریم. بفرمایید. خداحافظ. خدا نگهدارتون. خداحافظ. امید دیدار. روز خوبی داشته باشین. ولی بعد از مدتی انگار طرز فکرم عوض شد. خب پس با اجازه من رفتم تا فردا. مرسی. قربونت خداحافظ عزیزم. غذا هم که حاضره. ممنون. سعید آقا خداحافظ. با تو سال رفت دیگه میتونی درش بیاری. سعید کجایی؟ سعید من خیلی استرس داشتم و حواسم همیشه پرت بود، ولی با پوشیدن مرد چادر انگار افتادم توی یک نهر شیر و عسل تاریک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر محمد و آل محمد صلوات. این ایده مرد چادر تأثیر عمیقی روی من گذاشت. من در خطبه ها و سخنرانی هام راجع به تأثیرات این ایده صحبت کردم. گرفتمش؟ آره گرفتی. مال منه؟ آره. مرسی.
تکون خورد. تکون خورد؟ من تکون خورد حالا. اوکی حالا نوبت منه باشه. تکون نخورد. حالا تو مینا؟ مینا چه خبره؟ نمیدونم. سوده شکلات نخور بسه. الو. اینو میتونی بخونی؟ سوده الان نهار نخوردیم الو. مینا چیکار داری میکنی؟ نگاش کن آقا کجا میری؟ و ناگهان مرد چادر همه جا رو غذای امشبمون چلو کباب کوبیده هستش. مرد چادر چی بخریم؟ چطوری استفادهش کنین؟ من شما رو کمک میکنم. امروز یه آنباکسینگ عظیم داریم. روحان حالا که مرد چادر میزنه خیلی بیشتر توجه میکنه. خیلی حساس تر شده. ما کمتر ساتی هستیم. اونقدر به چهرمون زیاد توجه نداریم. میگه چشم. گوششو درست کن ببینم. رنده کردن پیاز یکی از تستای مردونگی است واسه آقایون ایرانی. ولی با مرد چادر همه چی راحت تره. سر رو در، سر رو کن زن، سر رو بیست. همه تصاویری که ما میبینیم ذهن و درک ما رو مخدوش میکنن و سر راه‌های افکارمون قرار میگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود پیامبر و خاندان پاکش. در تهران یک روحانی اقدام به ترویج چادر بین مردان مسجدی کرده است و این امر باعث بروز جنجال در مسجد شده. در این تصاویر زنانی را مشاهده می کنید که در کنار مردان با چشم بند نماز می خوانند. مبتکر مرد چادر سعید فخاری دانش آموخته آیتی می باشد. سعید یه من کار دارم. چی شده؟ فیلتر شده. چی شده؟ فیلتر شده. یعنی چی فیلتر شده؟ مقامات وبسایت و سرورهای ما رو بستن. تلفنم قطعه. تلفنت قطعه؟ بله. موزه پشت. بشین. نفسم برم. و ما بلا فاصله قرارداد رو از دست دادیم. مرد چادر بلا فاصله ممنوع شد. وقتی سعید پس کشید من مسئولیت ها رو به عهده گرفتم. زنگ زدم پدرام و ما کار رو شروع کردیم. چطوری هستم؟ خوبی؟ چای می‌خوری؟ خوبی دستت بره. مرسی برات رو برامون چک می‌کنی. مسئول برمی‌کنم. خب چطوری؟ خوب تو چطوری؟ بد نیستیم. سعید چطوره؟ بد نی. از حالش بهتره؟ آره. رایان پردازان؟ بله خودم هم بفهمم. آخ قربون شما. مرسی. آقا سعید. بله. مینا پشت خطه. لطفاً بهش بگو بعداً زنگ میزنم. بابا پاشو. بابا پاشو. بابا سوده برم کن بذار بخوابم. چه خبره؟ سوده بذار بخوابم. پاشو. آی چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ سوده چی شده مگه؟ سوده دیگه نمیتونستم بدون مرد چادر زندگی کنم. فقط باید یه راهی پیدا میکردم که باهاش کنار بیام. بابا این چیه؟ توصیفش کن. چیه؟ بله. لیزه. آره. یه ماهیه؟
این از کجا آوردی؟ اینو برو بذار سر جاش، این بوگندو رو از من دور کن. حالا یه چیز دیگه. این گرده. آره. تقریبا گرده. آره. احتمالاً قهوه‌ای. آره. فشارش بده. نه نمیخوام فشارش بدم. چرا فشار؟ فشارش بده. ببین چه خرابکاری کردی. سوده یه چیز بده دست من اینو پاکش کنن. بیا. خودتو با این پاک. آی! سوده! کی این چیزا رو حالا جمع کنه؟ اوی! کجا رفتین همه؟ سوده؟ آقا سعید. بله؟ چطوری؟ بد نیستم. همه چیزهای از دست رفته دوباره به من برگشتن و من امروز دارم با یه دید دیگری به دنیا نگاه میکنم. ما واقعا خیلی خوشحال شدیم سعید دوباره برگشت پیشمون. شما دوتا چی کار کردین؟ فقط بازی کردیم. قد گرسنمه. برنج بدم؟ مرسی. خب مشقاتو نوشتی عشق من؟ آره. نه. با سعید مگه نگفتی مشقا رو قبل از شام؟ واسه استثنایی. خیلی خوب. اما بعد از شام بعد مشقاتو بنویسی باشه؟ آره. به عنوان یه مرد دیگه هیچ راهی برای من نمونده که بتونم تو ایران زندگی کنم. وجدانم قبول نمی‌کرد بدون مرد چادر باشم. سعید داری میری؟ بله. مواظب با خودت باش. زودم برگرد باشه؟ باشه. عاشقتم. تهران شبا آرومتره. این زمانیه که من از خونه بیرون میزنم. و به شهری گوش میکنم که خیلی دلم براش تنگ شده. تهرانی که پشت چادر من مخفیه یه روزی از خفا در میاد. ایرانی رو که با چشم دل میبینم روزی با چشم سر خواهم دید. فقط وقتی چشامون رو میبندیمه که میتونیم رویا ببافیم و رویاها تنها چیزایی هن که میتونن دنیا رو عوض کنن.